سرخط مهمترین خبرها: هشدار کمیته از آمدن سیل و ترمه. ولادیمیر پوتین نامزدی خود را در انتخابات ثبت نام کرد. و فوتبالبازان تاجیکستان در بازی با اردن چقدر شانس دارند؟ درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 3 ینور است. در پی آمدن سیل به چند دهه ناحیه 5، کمیته حالات فوق‌العاده خبرنامه پخش کرده از خطر یخبندی و فرآمدن ترمه خبر داده است. از روز 31 ینور تا 3-4 فوریه امسال در اکثر ناحیه‌های تاجیکستان برف و باران می‌بارد. کمیته حالات فوق‌العاده گفته است بر اثر کاهش حرارت شبانه هوا از 31 ینور تا 2 فوریه امسال در راه‌های کوهی یخبندی‌ها در نظر است. در خبرنامه این نهاد آمده است روزهای 29 ینور احتمال بالاروی سطح آب در رودخانه‌های یاخسو و قزلسو و دریاهایی که در قسمت جنوبی قطارگوهای حصار جاری‌اند وجود دارد. روزهای 30-31 ینور در ناحیه‌های کوهی تابع جمهوری، ولایت سوخت و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر لغزش ترمه تهدید می‌کند. مقامات از ساکنان خواستند که این هفته سفرهای خود را به منطقه‌های کوهی کمتر کنند یا از هر گونه سفرهای بدون ضرورت دست بکشند. کمیته حالات فوق‌العاده همچنین از رانندگان ماشین‌های بارکش درخواست کرده است که پیش از سفر به منطقه‌های کوهی وسایل نقلیاتی خود را با زنجیر و دیگر تجهیزات‌های ضروری مجهز نمایند. تاجیکستان همه ساله شاهد آفت‌های طبیعی زیاد از جمله سیل و ترمه میباشد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مارس و یا اپریل امسال به جمهوری آذربایجان می‌رود. این نکته در برنامه کاری حکومت تاجیکستان برای نیم سال اول سال 2024 ذکر شده است. جزئیات بیشتری سفر آقای رحمان به آذربایجان معلوم نیست. در برنامه کاری حکومت تنها ذکر شده است که این سفر رسمی خواهد بود. وزارت کارهای خارجی و خدمات تشریفات پرزیدنت مسئول تشکیل این سفر تعیین شدند. تاجیکستان و آذربایجان در سالهای اخیر روابط خود را گسترش دادند. ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان ماه سپتامبر سال گذشته به طور غیر انتظار به دوشنبه آمد و در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرد. ولادیمیر پوتین نامزدی خود را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه مارس ثبت نام کرده است. در این باره رسانه‌های روسیه 29 ینور خبر دادند پوتین همچون نامزد خود پیشور وارد انتخابات شده است. برای ثبت نام شدن در کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه و بیشتر از 300,000 امضا جمع آورده است. در جریان جمع‌آوری امضاها قانونشکنی زیاد ثبت شده است. برای نمونه در شهر سنت پترزبورگ اعضای کمیسیون منتخبی به جانبداری از پوتین امضا جمع کردند که این کار از سوی قانونگذاری قطعاً منع کرده شده است. 26 تن از وکیلان پیشین و عمل کننده مجلس‌های مختلف روسیه و کمیسیون انتخاباتی شکایت بردند که به دلیل قانونشکنی‌ها در جریان جمع‌آوری امضاها نامزدی پوتین ثبت نشود. و جز از ولادیمیر پوتین 3 تن دیگر همچون نامزد به مقام پرزیدنتی ثبت نام شدند. رایدهی در انتخابات پرزیدنتی روسیه از 15 تا 17 مارس امسال ادامه می‌کند. انتخابات‌های روسیه را کارشناسان مستقل ناآزاد و ناعادلانه بها می‌دهند. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 1 آگوست سال 2023 پرداخت‌های دولتی در تاجیکستان باید غیر نقدی سپرده شوند، از جمله پرداخت‌های خدمات رسانی‌های کمونالی نیست. اما مسئولین خدمات منزلی کمونالی می‌گویند که این ترتیب در بعضی اداره‌های زیرتابع آن اجرا نمی‌شود. سبب چیست و مقامات برای این مسئله چی راه حل دارند؟ در گزارش سروینازی روح‌الله و برات یوسفی می‌بینیم. усмон давлатзода мудири кулли хоҷагии манзилию коммуналӣ дарриоят нашудани низоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар баъзе шуъбаҳои ин корхона сокинонро айбдор кард. ин дар ҳолест ки ҳукумат гуфтааст ҳамаи пардохтҳо бояд ғайринақдӣ сурат бигиранд то ҳолатҳои коррупсионӣ пеш наоянд. аҳолӣ асосан дар деҳот аҳолӣ мо бисёртар аст, ҳамоно бо ҳамун кортҳои пардохтӣ аксарият таъмин нестанд. агар мо асосан корхонаи мо гузаштагӣ ба ҳамин яъне ки таъмин кардагӣ мо хеле ки маълумот мо пешниҳод карда будем дар тамоми корхонаи мо худи ҳамун посттерминалҳо ба қадри имкон таъмин кардагӣ чи аз ҳисоби бо ёрдами ҳамон бонкҳо ёки бо ҳисоби худи корхона ва ҳисоби корхонаи марказӣ. сокинон мегӯянд инҷо гуноҳи онҳо нест ва ниҳодҳои давлатӣ мебоист ҳамаи шароитро барои гузаштан ба шеваи ғайринақдии пардохт пешакӣ омода мекарданд. набуди шароит мушкилоти зиёд оварда низоми пешинаро дар чашми мардум беҳтар ҷилва медиҳад. интар шид ба мардум бояд ки ҳаму ҷамъ мекардан мегиртам ҳамуланги пештароб тахоба ба банк мекоҳед харта мекоҳед надора яхелиш дора ина мехел
خیلی مشکل میشه با مردم. حالا آسانش بسیار با کارت پلاتیت کردم. مثلا خانه بمیشینی پلاتیت میکنی. ما روزهای خنوب با نمی بروی هیچ کجا پلاتیت میکنی. آسان به همین ویش. آدما پورا صرفم نمی روان. بسیاریشان کارت ندارن مثلا برای کارت باز очередی بسیار در کار. پرداخت از طریق پست ترمینال ها کاری مشتریان را چندان آسان نمی کند، زیرا مشتری مجبور است به بانک یا پست ترمینال رفته حق خدمات کمونالی را سپارد. این حالت برای سالمندان دستنها سختی های شدیدی آورده است. آنها همچنان برای پرداخت ها پشت در امانت بانک می روند. به قبل آنها مقامات را ضرور بود نخست برای قشرهای مختلف جامعه معرکه های آموزشی دایر می کردند. این در حالی است که نمایندگان کارخانه های دولتی نیز با پول نقد جمع آوردن مبلغ ها را برتری می دهند و نیز اشاره به ناآماده بودن شرایط می کنند. حکومت تاجیکستان ماه اوگوست سال گذشته اعلام کرد که همه پرداخت‌های دولتی در کشور باید به شیوه غیر نقدی اجرا شوند، ولی ساکنان میگویند شرایط ضروری برای این فراهم آورده نشده است. اردن رقیب تاجیکستان در مرحله یکچوارفینالی قهرمانی آسیا شد. فوتبالبازان اردن شام 29 ینور در یک رقابت سخت تیم عراق را با حساب 3-2 شکست دادند. اکنون دسته‌های تاجیکستان و اردن به گاه 2 فوریه برای برآمدن به دور نیم نهایی با هم رقابت خواهند کرد. انورشاه میرزایف متخصص فوتبال میگوید که منتخب تاجیکستان در رقابت با تیم اردن شانس 60-40 دارد. میرزایف 29 ینور بر رادیوی آزادی گفت که فوتبالبازان ما وقتی در دوشنبه با تیم اردن بازی کردند ما حالت‌های گلزنی زیاد داشتیم. ما دسته اردن را خوب میشناسیم. باور دارم فوتبالبازان تاجیکستان قصد بازی که دو رنگ شده بود را از بازی با اردن گرفتنی میشوند. این بازی‌های فینالی قهرمانی آسیا است و هر دسته با تیاری خوب آمادگی است. در اینجا شانس ما زیادتر است، گفت این متخصص. منتخب فوتبال تاجیکستان 28 ینور با شکست دادن تیم امارات متحده عرب در قطار 8 دسته بهترین آسیا قرار گرفت. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 ینور را فرا می‌گیرد. 3 ینور سال 1913 یکی از هنرپیشه‌های برجسته تاجیک صوفیا تویبویوا تولد شده است که برای رشد سینما و تئاتر ملی سهم مهم گذاشته است. دختری تاجر بخارایی و مادری باشقرت از مکتب خانی مشق تئاتر میکرد و بعد کار در تئاترهای ازبکستان به تاجیکستان کوچید. در 83 سال عمرش در 10 فیلم و نمایشنامه‌ها از جمله من با دختری واخوردم قسمت شاعر حسن عرابکش زمرد نقش بازی کرده است. با قرار حکومت شوروی 3 ینور سال 1930 تدبیرهای ریشه‌کنی خواجگی‌های کلکی در مکان‌های تشکیل کلخاس‌ها قبول گردید که ضد دهقان‌های خواجگی دار نگرانیده شد. در سال‌های بعدی تنها در تاجیکستان با اتهامی مثل کلک، ملتچی، بورژوازی، باسماچی، مولو، دشمنی خلق و دیگرها بیش از 1700 کارمند حزبی خواجگی و ساکنان عادی به مرگ محکوم و زیاد از 13000 دیگر زندانی یا به درگاه شدند. 3 ینور سال 2018 در تاجیکستان بار اول به طور رسمی و در سطح حکومت جشن سده تجلیل شد. جشن سده را که در شاهنامه فردوسی هم ترنم شده است، در دوره پیش از اسلامی 50 روز پیش از فرارسی عید نوروز جشن می گرفتند. در آستانه بهار این عید را چون پایان تاریکی و سردی و پیروزی خورشید و آتش و احیای طبیعت استقبال می کردند. سده در قطار مهرگان و نوروز به فهرست مراسم و سنت‌های ملی مردم کشور وارد کرده شد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان بی تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل با 117-121 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید.